سلام دوستان گل، چند ویدیو رو براتون از دنیای اجنه و ارواح آماده کردم تا انتها با هم این ویدیوها رو ببینیم. دوستان اینجا جنگیری از کنترل خارج شد. ببینید چه اتفاق وحشتناکی برای این خانم میفته. ببینید جنگیری که از کنترل خارج بشه این اتفاق میفته. دوستان ویدیو شماره 2 در مورد یک شرکتی هست که تسخیر شده. دوربین مداربسته کار گذاشتند و متوجه شدند که اشیا خود به خود جابجا میشن. ببینید در دوستان دوربین ببینید چه چیزهایی رو ثبت کرده. یهو همه دستگاه ها با هم روشن و خاموش میشن. اشیا جابجا میشن، میز و صندلی ها خود به خود حرکت میکنن و اتفاقات عجیب و غریب دیگه ای. وقتی که دوربین کار گذاشتن دیدن این اتفاقات عجیب و غریب اینجا رخ میده. تا انتها کلیپ رو ببینید. ویدیوی بعدی رو حتما بعد از این ویدیو نگاه کنید. ویدیوی بسیار جنجالی و محشری رو براتون آماده کردم. ویدئوی شماره 3 رو با هم ببینیم. انگار یک موجود نامرئی پای این پسر رو میگیره و میکشه. کسی هم نیست، نگاه میکنه و کسی رو نمیبینه. ویدیوی بعدی هم در مورد این پسر هست. یک پسر بچه انگار داره با یک شخصی صحبت میکنه، یک شخص نامرئی، و کنترل رو چندین بار از دست این پسر میگیره و میکشه سمت خودش، اما هیچ کس در تصویر دیده نمیشه. ببینید کنترل رو کشید. ویدیوی بعدی هم در مورد یک دختر بچه هست. دوستان دقت کنید، انگار یک شخصی این دختر رو هل میده. نگاه کنید در تصویر، آهسته به دقت نگاه کنید. و دختر فرار کرد، دختر بچه. ویدیوی بعدی رو ببینیم. این ویدیو هم در مورد یک دختر بچه هست که اسباب بازی دستش هست، با یک شخص نامرئی داره صحبت میکنه و میگه اسباب بازیاتو بده من. و اینجا ببینید میگیره این اسباب بازی رو میکشه. الان اون کیپه هم که دستش هست اسباب بازی، اونو هم میگیره و میکشه سمت خودش. با دقت نگاه کنید. دیدید؟ اما کسی در دوربین دیده نمیشه.
انگار روح یک شخصی هست. و اما ویدیوی شماره 7. این ویدیو هم یک دختر خانم اینجا وایستاده و یهو یک شخص نامرئی پای این دختر رو میگیره و میکشه و دختر هم با وحشت پا به فرار میگذاره. ببینید دوستان، انگار یک شخص نامرئی دختر رو میگیره و میکشه و دختر هم فرار کرده از ترس. و اما ویدیوی شماره 8. این ویدیو هم در مورد یک مراسمی هست در یکی از کشورهای آفریقایی. عروسکی بود که داشت خودش میرقصید. ببینید دوستان، همه مردم هم جمع هستن، معلوم نیست چه جور مراسمی هست. دیدید که یک شخصی هم بین زمین و هوا معلق بود. و اما ویدئوی شماره 9. اینجا هم یک زنی را نشون میده که پاهاش سم داره، کلن انگشت پا نداره و فقط سم داره. به نظر میاد این زن تسخیر شده باشه. اینجا برای بیرون کردن اون جن از یه سری دعاها استفاده میکنن و این خانم هم تقریبا بار بیهوش میشه، انگار حالش بد شده و حالش اصلا خوب نیست و پاهاش هم خیلی لاغره. خب دوستان، ویدیوهای امروز ما به پایان رسیدن. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید و چنل رو هم به دوستاتون معرفی کنید. ممنون که با ما بودید. فعلا روز خوش.